خدا خدمت هموطنان درود. نشان هر سنگی چگالی آن است. نشان هر سنگی در مرحله اول چگالی آن است. خب میخواهی بدانی سنگت شاب سنگ است یا الماس است یا هر چی. خب گفتیم چگالی، نشان هر سنگی چگالی آن است. سنگ پیدا کردی، خب میخوایی بدانی شاب سنگ است، الماس است یا نه. چگالی رو گرفتی، جذبش رو گرفتی، زیر 2%. خب میری سراغ چگالی. چگالی رو که گرفتی، گفتم از 2.63 تا 2.67 سنگت الماس است، یا یاقوت الماس است یا رافع الماس کامل. بهترین نوع الماس های شاب سنگی هستن. مرحله بعد چیه؟ نگاه به سنگت میکنی ببینم آهن آزاد داره مثل این. خب آهن آزاد رو که دیدی خوب سنگ نگاه کن ببینم سنگ پوسته داره. ببینید سنگ دارای پوسته، شاب سنگ بسیار زیبا با چگالی 2.66. با چگالی 2.66. سنگ چیست؟ سنگ الماس کامل است. یک شاب سنگ بسیار زیبا از ماه. نوع شاب سنگ هم گفتم چیه؟ برسیای ماه. شاب سنگ های برسیای ماه هموطنان از دم رافع الماس هستن یا یاقوت الماس هستن یا الماس کامل هستن. مثل این یکیشونه. وزنی هم حدود 5 کیلو داره. کیلو چنده؟ الماس کیلو چند میخرن؟ این آزمایشگاه ها بدانید هرچه دیرتر بیایید به مذاکره بیشتر غرق میشوید. بیشتر